سه پایه ترانسفورمر به هزینه 18.5 میلیون افغانی با ظرفیت 630 و 400 کیلوولت در ساحه نوآباد مربوط به مرکز ولایت غزنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان ریاست برشنا میگویند با افتتاح این ترانسفورمرها بیش از 1200 خانواده از نور برق مستفید شدند. ظرفیت از 3 ترانسفورمر، 2 ترانسفورمر 630 کیلوولت آمپر، یک ترانسفورمر 400 است که مجموعاً ظرفیت از اون 1660 کیلوولت آمپر با همون لهجه محلی مشترکین که از این استفاده میکنه 1213 مشترکین میتونن از این سه ترانسفورمر استفاده کنند. در همین حال شماری از باشندگان محل از افتتاح این ترانسفورمرها خوشحالند و میگویند بسیار زیاد خوش هستیم و تشکر میکنیم از دولت، از امارات اسلامی که روشنیار را به خانه مردم آورده. مردم بسیار راحت شدن. قبلا که بود برق نبود، مردم بسیار با مشکلات زیادی مواجه بودن. در تاریکی به سر می بردم اینکه در طی 2 برج کمتر می شود که برق در ساحه نوآباد پخششان که افتتاح شده و صورت گرفته و بسیار زیبا و خرسند و دارای اهمیت بی‌نهایت فراوان برای ملت تقدیم شده. این در حالی است که به گفته مسئولان برشنا در این ولایت بعد از حاکمیت امارت اسلامی بیش از 45 ترانسفورمر برق افتتاح و به بهره برداری سپرده شده است.